اگه عاشق رنگ صورتی و دوست داری میکاپ چشم و صورتی انجام بدی، بیا من این سری خوشگل رو بهت یاد بدم. روی پل کامل کانسیلر بزن و خوشگل فیدش کن. حالا با پودر فیکس یا پنکیک خوشگل پشت پلکتو خوش کن. حالا یه چسب بردار کامل بزن این قسمت پلکت. از یه رنگ صورتی ملایم برای بیس کارم حتما استفاده میکنم. بعد با یه براش سرکج از یه رنگی که یه توناژ بادمجونی گوشتی داره رو به این قسمت پلکم میزنم. حالا همین رنگو با یه فیدینگ براش اینو توی پلکم خوشگل بلندش میکنم. همون رنگو یه ذره به این جلوی پلکم هم میزنم. حالا یه برش سرتخت کوچولو بردار، با سایه مشکی این یه تیکه رو یه خط بنداز و حالت خط چشم بهش بده. حالا برای جذابیت بیشتر پلکم از یه شاین شامپانی استفاده میکنم. مداد مشکی این یه تیکه گوشه پلکم و این قسمت رو کامل مشکی میکنم. اگه دوست داشتی توی جلد مداد قرمز بزن. حالا از همون رنگ شاینم به این گوشه پلکم هم میزنم. حالا وقت اینه که چسب از زیر پلکم بردار. میبینی چقدر خوشگل شد؟ خدای خیلی خوشگل شد. حالا یه مرحله مونده وایسین. برش کوچولو سرتخت این زیر سایه‌ای که چسب زدم رو کامل اینطوری خط میزنم زیرش. حالا از همون رنگ سایه صورتی پررنگم به این زیر پلکم میزنم. جلوش شاین صورتی میزنم. حالا اگه دوست داشتید میکاپای بیشتری برای چشم بذارم حتما تو کامنت برام بنویسید. مرسی که نگاه کردین. بوس بهتون. خدافظ.